اتهام آخوند رافضی به اهل سنت. من چندین بار تو این برنامه ها گفتم که با کمال تأسف باید تعبیر کنیم که بخاری را بر قرآن هم ترجیح میدهند. اگر حدیثی در بخاری باشد با آیات قرآن سازگار نباشد، حدیث بخاری را میپذیرند، آیات قرآن را توجیه میکنند. بینندگان محترم، دروغ گفتن و تهمت بستن یکی از ویژگی‌های آخوندان رافضی است که در طول تاریخ ثابت شده است، تا جایی که پیامبر بزرگوار اسلام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را به ترس و خیانت در تبلیغ رسالت متهم نمودند. مشاهده نمودید که این آخوند بدون در نظر داشتن مدرک و دلیل با سفسطه بافی اهل سنت را متهم می کند که صحیح بخاری را بر قرآن کریم ترجیح می دهند، در حالی که اهل سنت قرآن کریم را نخستین منبع در اخذ عقیده می دانند و آن را از هر گونه کمی و کاستی و افزایش و تحریفی محفوظ می دانند، همان گونه که به صراحت در خود قرآن آمده است: انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. بیگمان ما قرآن را نازل کرده ایم و به طور قطع خود نگهبان آن هستیم. و در تفسیر آن نیز روشی بسیار علمی و دقیق دارند. اعتقادشان بر این است که بهترین روش در تفسیر قرآن به قرآن است، سپس تفسیر قرآن به وسیله سنت، پس از آن تفسیر قرآن با اقوال صحیح صحابه و سپس تفسیر قرآن با آنچه دانشمندان و علمای تابعین بر آن متفق بوده و اجماع کرده‌اند. و منبع دوم در اخذ عقیده نزد اهل سنت حدیث است که روشن کننده قرآن کریم است، چرا که حدیث صحیح پیامبر معصوم صلی الله علیه و سلم به مانند خود ایشان معصوم و به دور از اشتباه است و حدیث صحیح هیچگاه معارض با آیات قرآن کریم نمی باشد. امام بیهقی رحمه الله در کتاب مناقب الشافعیه صفحه 462 می گوید: منابع معتبر اهل سنت در عقاید کتاب خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. آیا این افراد به الله و روز آخرت ایمان ندارند و از حاضر شدن در درگاه رب العالمین نمی ترسند؟ تا کی با این دروغ‌ها و اتهامات خیش به اسلام ضربه می‌زنند؟ الله متعال می‌فرماید: هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. آنجاست که هر شخصی در می‌یابد هر آنچه پیش فرستاده است و به سوی الله مولا و کارساز راستین خیش بازگردانیده می‌شوند و افتراعات دروغینشان از نگاهشان ناپدید می‌گردد.